بینندگان عزیز، توجهتون رو به مصاحبه با سخنگوی رسمی هیئت عمومی انقلاب سوریه از حمص درباره حوادث روز جمعه در سوریه جلب می‌کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما. من ابو جعفر، سخنگوی رسمی هیئت عمومی انقلاب سوریه از حمص هستم. از سیمای آزادی به خاطر پوشش دادن به انقلاب ما تشکر می‌کنم. به تمامی کسانی که با انقلاب سوریه همراهی می‌کنند سلام می‌کنم. این جمعه کودکان حوله مشعلی فراراه انقلاب نام داشت و به مناسبت کشتار حوله که 114 قربانی داشت اسمگذاری شده است. این کشتار بر اثر حمله توپخانه‌ای و شبه نظامیان رژیم اسد بوده است. کشتارهای اسد بر کسی پوشیده نیست، به نحوی که با حمله هوایی، آتشباری روی شهروندان بی‌پناه و هدف قرار دادن آنها با خونپاره و محاصره کردن آنها از این طریق است. مثل هر روز این جمعه نیز در ابعاد بزرگی به تظاهرات پرداختیم. تا این لحظه که دارم با شما صحبت می‌کنم بیش از 41 شهید داشته‌ایم که بیش از 10 نفر آنها از شهر حمص بودند و تا همین لحظه آتشباری روی شهروندان و روستاها ادامه دارد. الان شلیک روی حومه حمص ادامه دارد. شهر رستن زیر آتشباری موشکی و شلیک تانک قرار دارد. منطقه حوله که کمتر از یک هفته پیش در آن کشتار صورت گرفت، روز جمعه مقابل چشم ناظران زیر آتش توپخانه قرار گرفت. همین چند لحظه پیش منطقه جر شیاه مثل باران زیر آتشباری قرار داشت که نتیجه آن 3 شهید و 10 مجروح بوده است که بیشتر آنها زخم‌های خطرناکی دارند. امروز رژیم سوریه حمله نظامیش را متوجه شهرها کرده است. این رژیم سیاست به آتش کشیدن سوریه و ویران کردن خانه‌ها را اجرا می‌کند. سیاست زمین سوخته را در پیش گرفته است، به این معنا که زمین‌ها را به آتش می‌کشند، خانه‌ها را ویران می‌کنند و هر آنچه در سوریه وجود دارد را به طور کامل ویران می‌کنند. هر کس که در تظاهرات‌ها شرکت می‌کند را یا بازداشت کردند یا به شهادت رساندند. وضعیت در شهر حمص به طور خاص و در سوریه به طور عام بسیار فاجعه‌بار است. اما چرا شهر حمص بیشترین آسیب را دیده است؟ یکم، به دلیل تعداد شبه نظامیانی که در این شهر حضور دارند و در مرحله بعد تعداد شهدایی که شهر حمص تا این لحظه تقدیم کرده است. شهر حمص تا این لحظه بیش از 7000 شهید تقدیم کرده است. شهر حمص شهر ابن ولید است. مقبره خالد ابن ولید آن صحابه شریف در این شهر است. بنابراین رژیم سوریه تا جایی که میتواند سعی میکند انتقام خودش را از نوادگان خالد ابن ولید که رژیم سوریه را غافلگیر میکنند بگیرد. از آنجایی که جوانان شهر خالد ابن ولید رو در روی این رژیم ایستادند، رژیم هم با تانک، موشک و خونپاره با آنها مقابله میکند. روزانه 700,000 گلوله از جانب رژیم سوریه در این شهر شلیک می شود. هزینه تسلیحاتی که رژیم به سمت شهروندان شلیک می کند روزانه 6 تا 9 میلیون دلار است. کماکان سلاح‌های روس به این منطقه سرازیر است و بعضی کشورها با این رژیم همکاری دارند که از آنها نامی نمیبرم، ولی برای ما روشن است که چه کشورهایی دارند از این رژیم حمایت میکنند، به آن سلاح میدهند و به این رژیم کمک‌های اقتصادی میکنند. ولی رژیم سوریه برای جلوگیری از انقلاب شکست خورده است و مردم سوریه از این انقلاب که انقلاب شرافت و آزادی کوتاه نخواهند آمد.